خبر مهم: گزارش جدید ویزای مهاجرت ویژه (SAVE) از وزارت امور خارجه منتشر شده است. اکنون 8 ماه از انتشار آن می‌گذرد و این مشکلاتی ایجاد می‌کند. درست است. سلام دوستان، من شان ون دیور، رئیس مرکز ویزای مهاجرت ویژه افغانستان هستم و اینجا هستم تا آن را برای شما توضیح دهم. اول، تعداد 9100 قدیمی است. 8 ماه از انتشار آن می‌گذرد. من امروز صبح با وزارت امور خارجه صحبت کردم. آنها به من میگویند 5900 ویزا باقی مانده است. این عالی است. این بدان معناست که 5900 متقاضی اصلی وجود دارند که به محض شروع مجدد صدور ویزا دریافت خواهند کرد. در حال حاضر صدور ویزا متوقف شده است. خبر خوب دیگر این است که کنگره از این برنامه بسیار حمایت می‌کند. درست است. بسیار حمایت می‌کند. بنابراین ما انتظار داریم که آنها در صورت نیاز ویزاها را مجدداً تخصیص دهند و این نیاز وجود دارد. در حال حاضر 35000 متقاضی اصلی با تایید پذیرش اصلی در انتظار مصاحبه هستند. ما انتظار داریم 15000 نفر دیگر نیز به آن اضافه شود. بنابراین ما به دنبال حدود 44000 دلتای ویزا هستیم. شاید ایده خوبی باشد که 50000 ویزا به 50500 ویزایی که کنگره قبلا اختصاص داده است اضافه کنیم. درک واقعیت بسیار مهم است و ما به تلاش برای رسیدن به آن ادامه خواهیم داد. نکته دیگری که باید درک شود این است که فقط صدور ویزای خارج از کشور نیست که بر این تعداد تأثیر می‌گذارد. برای همه افرادی که ما به اینجا آوردیم، همه افراد واجد شرایط سر که در طول دوره خروج به اینجا آمدند، زیرا در حال تنظیم وضعیت هستند، مدت زمان زیادی طول می‌کشد، اما از آنجایی که آنها پس از دریافت تاییدیه پذیرش اصلی در حال تنظیم وضعیت خود به لاب هستند، این تنظیم محرکی برای استفاده از شماره ویزا در آن تخصیص کلی است. بنابراین ما شاهد تأثیر تنظیمات داخلی بر این تعداد هستیم. به همین دلیل است که اگرچه بین ژوئن و دسامبر 2025 فقط حدود 200 ویزا در ماه وجود دارد، شاهد آن دلتای بزرگ هستیم که می‌دانید 5900 عدد موجود در حال حاضر است، زیرا تنظیمات داخلی زیادی در حال انجام بود. ما شما را در جریان امور قرار خواهیم داد. می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به afnevik.org مراجعه کنید و امیدواریم به زودی شما را ببینیم. صفحه ایسنوس فالو کنید.